رئیس روسیه پوتین است. درست. پرزیدنت ازبکستان کی است؟ اسلام کریموف. از آمریکا؟ اندشو فقط همه اسلام کریموف. بعض وقت در تلویزیون میبینیم میشناسیم که اسلام کریموف است. آخه در ازبکستان هیچ تور نداریم که بریم دیگه. پرزیدنت آمریکا رو میدونه کی است؟ نه. نمیدونه. تلویزیون تماشا نمیکنید؟ تلویزیون تماشا میکنم که اهمیت نمیدم اگر یکون برای شنیده باشم اگر نمیشه خود رو مدرگه. خیلی مرده که اینجا میتونه که همه جخش رو میگه که همه چیزی برک اوباما. برک اوباما نه. اوباما درست است. سوید باشم گفت پره تماشاش کنم. ایو خویش میگیریم که سویتی ما یعنی که سوید باشد؟ سوید باشه ما تماشا همه برنامه ما سوید باشد دیگه شما همه چی اوگاه میشوید. سوید باشه ما تلویزیون ما ایامو میکنم میکنه سوید در گرفت نشون میده مرد امتحان نیست. برای که ما هم امروز هم اگر سوید باشه ما تماشا میکنیم. تشکر. فرزنداتون در روسیه هستن؟ البته در روسیه هستن. حمایتش می‌کنیم. فرزندای همه شما گفتید در روسیه هستن. چقدر با فرزنداتون تماس میگیرید؟ شما با اینترنت گپ میزنید؟ چقدر گپ میزنید؟ با تلفن با اینترنت گپ میزنید. با اینترنت. باز نمیشه سوئدی. وقتی که سوئد رو داشتم گپ میزنید. با اینترنت. شما شبکه‌های ادنکلاسیک دارید؟ ادنکلاسیک بچه‌ها هر ها دارن. شما ندارید؟ نه. ما هم داریم داریم بچه‌ها. آها. شما ندارید ادنکلاسیک؟ نه. ندارم فرزند روسیه. نداره. ما نداریم با تلفن گپ میزنیم. همش شکر میگم که هم تلفن هم مثل دولت برو وارده همین بچه‌ها خدمت با همین تلفن گپ میزنیم. همیشه هم روزی هستیم مثل دولت جمهوری همه چی روزی هستیم که همین تلفن برو وارده ما انا کسل بیماری و سلامتی فرزند خود با خبر هستیم. تشکر. میدونید که در اوکراین چی میگذره؟ چی حادثه ها هست؟ جنگ. در سوریه چی گپا میدونید؟ میدونید؟ در سوریه جنگ تلویزیون ما در همون که رفتن جنگ کشتن دعوت کشتن گفت بیایی آخه گیجو میروم گیجو میروم خیلی جنگ خلاصی خیلی خشو میکرد که بیه پتو میکنم برای زندگی بینم شکر نگیجو میروم بریم جنگ یعنی که درباره اوکراین و سوریه میدونید؟ از کجا فهمیدید؟ از تلویزیون که بیشتر خاموش است. ما او تلویزیون را که شغل ندارم نه که از طریق رادیو اخبار رادیو گوش میکنم چیزی که باشه رادیو میفهمم فقط مخلص رادیو که هستم رادیو گوش میکنم. یعنی شما همین اخبارهای خارجی هم گوش میکنید؟ بله.